دیوانکم یاسمن بویی مرا دیوانکم ای مسلمانان به فریادم رسیم خال هندویی مرا دیوانکم خال کنج لبت بیجاست میدانم که ممنوعت نمیخواهد چه کار میکنی؟ حبی کری میخونم دیدم چه شونت سیاهه رختات سیاهه بیکار غریب یخم کنده سال و 12 همی رختو در و در هر میشه ای چه کار کنم؟ کو رخت علمی رخت های علمی تا من دورنگم خیلی گیله بخنده بشی بخی همون تا هم بگی بخی که تو یه گپ بیاد بخی تو بابا تو پیار منی خوب بگو برو منی دیگه گیله پشیمون میشی گیله میفهمی که دم ایده و تو یک رای بلد دم چی رو؟ راه خوبیه میفهمی که دم ایده هست کیسا تو هم خیلیه کیسا من خیلیه نه یک فلا چیز کلمن دوغه و تو تیار میکنه خوب یک کلمن دوغه غرایی که دیگه کلمن دوام سرشو نیخو کو جخ کشیده برون تا ملق پولدارا باشه بفهمیدی؟ مردم پولدارا باشه جخ کش دوغ دارن دوغ یک گلاس داره دوغ یک کو جخ کش دوغ دارم دوغ یخ دوغ وطنی ساخته جوابی بیمه آفرین بفهمیدی گلن ممتا ملق پولدارا برو دوغ میخرن بعضی ها 10-20 میدنه بعضی 50 میدنه بعضی پیدا میشن که پولدارای 500 و 1000 میده یک گلاس دوغی خب یه عقل کمال از میاد گرفتی از خود خب پولا دیگه خودم پس ماه دیگه آخه ای تو بگو میده نداشته باشه 500 میدونه پولدارایم پولا دیگه خودم مایم میگم 500 وقتا میگه 1000 گلاس دوغ میخونه میگه بگی لالا پولا دیگه من پست خاطر باوا گرم دو خوب چیزیه خوبه ام که 500 یا 1000 به دست تو میده بگو ماما جو خورده ندارم در سرک اوت مبول میام خوی به داری پی دوغ مبول تا شو میگه چند گلاس دوغ این عقل کمال نداره بیا من میگه دوغ بفروش دوغ چی فایده داره من برم بفروشم تا شو مرتبه 40 تا دوغ 40 تا گلاس میخوره چند نمیشه 40 روپیه تا شما مگه چرت 40 روپیه ما کار کنم نمیفهمی چی میگه کی بیده باز خیرات مثلا در نمیته میزنم خیرات بده ما خود ما گشنگی لحاظ میریم نه گله خود من گشنگی سیانه رو کردم خیرات ماره گله گپ ما کجا بیدن گفتی 500 میدم 1000 میشه آفرین یا 500 میدن یا 1000 اگه 500 داد اگه 1000 داد بگو ما جو میده ندارم بگو امی کلمن اوش تو باشه که اون امی پولان خورده کنم امی تا که ولی میخوزه که بری پولان خورده کنی کلمن امی تا میگذاره به دم میدیم یه بسرا پول میدیم ندارم آفرین نه یک 500 میده داره به دوغ میخوره چند میمونه داری بکن 300 آفرین می بیشتر میمونه یا 500 میدن یا 1000 میدن کلمن دو بغزای تو به دم دی بیا یعنی با بونه که برم پولان میده آفرین کلمن دل دی بجی بیا همین تا خود چاپ که تو را بینا کلمند دوغ ما میمونه اونا رو با من نکبر کلت خراب او پول داره باشه کلمن دوای چکار کنه کلمن دوغی خب من کلا نمیتونم برم بستونم یعنی هیچ چیشه اونا آفرین به شرطه گیل اگه می کار باشه پولدار میشی میفهمی چی خاطر اگه 1000 ندم 10 روپیه کم 1000 روپیه 990 روپیه دیگه میمونه بابا جان اگه 500 بدن 490 روپیه اگه یک روز مرگی کردم سلت نمیشه بعد غریب محله دوری برو دیگه محله پولدارا باشه دور برو تو نشناسم خب همین تو یک تو عقل کمال من ندارم تو برای من دو اختیار کن ما اختیار میکنه خلاص به شرطی بهش کی نگی گپ خوبه دل جمع ها بیا کتب دو اختیار کنم پول ندارم بخری عباس بیا دوغ داره برادر دوغ داره دوغ وطنی دوغ مشکی دوغ خونگی برادر نانا و سیر هوا داره برادر خوشمزه دو گلاس به 10 به 5 برادر دست لافه دست تلر زاده
دخترم برادر ضد گرمی بخوره که گردنم بند باشه تا باشون بدون اللهو خو میشیم. بیای برادر دخترم دوق دوغ جلادار برادر ضد گرمی. اینا رو بخوریم رنج شما گل میشه. بیای برادر. به 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 دوغ وطن برادر اینا گو بی بی من برادر بیاییم. به به گردنم بند باشه. به یک گلاس مرتگر نشه میکنه. دوغ وطن برادر خاک وطنه. ما ضد گلون فروشاییم برادر. اینا اگر بی بی من سعی کنیم اشتا ماسایه که رنج شما گل میشه برادر بیایه. گلاس بدایی شد برادر دوغ وطنی بداییه. یخ یخجالی وطنی بداییه برادر بده کللابه. یا برادر زنده گرمیه برادر بدو. دوغ وطنی برادر دوغ گوا بی بی منه دوغ وطنی زنده گرمیه برادر. بله سلام. علیکم سلام. خوبی بخیر جانجوره؟ دوغ شما یخ هسته؟ بله یخه دستلافه دست الار زاده بشکنه گردن عروم زاده. دوغ وطنی جلا داره برادر از زنده گرمیه برادر. به به بسته ماما جون امیره که زحمت بکشیم اینجا میده که میده ندارم دستلاف دستتون بشکره گردن از او دستلاف که بیا میده که بیار دایمه گلاس بدایی شد برادر دوغ وطنی بداییه یخ یخجالی وطنی بداییه برادر بده کللابه دوغ وطنی برادر زنده گرمیه برادر دوغ وطنی. به یک گلاس برادر مگر میته تا به خفتن میته بیدار باشی خو باشه. دوغ وطن بله خیریت اینجا میشیشته ای چرا چی میفروشی؟ اما نمیبینیم میکلونی. خب میفهمم از خود تو پرسان کنم چطور میفروشم؟ وخه کاکا وخه چرا؟ وخه خود دوغ پودری خو وخه جمع کن برای من دل خورا کرد پودری های معتادان و خوبه برف تفکر شده. پودری یعنی ماسا تو پودره. بله فس سرکلی تو پودره. وخه جمع اینا گوا بی بی منه. تو می تماسا به عمر خوبه دیدی؟ وخه تو رم بدیدم وخه وخه چره من اینجا دیوال شهرولیه. وخه به جلوی بساط میبینین دوغ میفروشی وخه برو بدگه جا وخه کجای بساط تو؟ اونه توی دوغا تو گلاسیری په 20 روپیه از ما فرق میکنه. ارزش داره دوغا ما که گلاسیری من میفهم اصلا تو فکر کن ما بی ارزشی. وخه جمع کو برای من دل خود تو زلت نکردم وخه ما تگه بیا عقل وخه کل من دست که تو سر کله تو 200 روپیه ارزش سرمایه‌تون اینجا بیامدی به جلوی بساط بند کردی تو خجالت نمیکشه سر کله وسه لباسا دورانگی خود خونه ما تریک بود تمون پیار منه. تو همه زر عقل کمال داری و تا شاری تا لباسا کسی نپیشه خونی آدم برق نباشه تریکی همیشه دیگه ما لامپ برق نداریم. ما حال به اینجا که بیامد دیدم تمون پیار منه پلان از منه. میگم به دونی تو کلون میشیدی یا نه؟ بله یا بتا کوچی سراخو. وقتی حرکت کو جمع کو برای من وقتی دیونه ساده وقتی برادرای خودی اسود و بخیله وقتی گلاس لماش دیورت سای کو سر کله لماش تو مردم تو ببینن دل ندوخ به شور میاد. بله یا برو کاکا جمع کو وقتی سر تو به دو بندی کو پاک نمیشه. وقتی خدایی می رختا تو به یک فرغون پاک نمیشه. برو بخیر گپ مفید برو اسودی. اسود نیام برو دوغات برادرای خودی اسوده. برو جمع کو کو بساط تو ماما. اونه کی بساط دستون ما از اون بردار شدم که تو سکنم تو چه کار میکنی اینجا؟ خیلی ماما
به شانتیر کردی. خب 2 لک ریپه والا از سرمایه بند کرد. تو اینجا بیاید اینجا ریپه. اصلا شما سر شیشتن شما 2 لک بیارزه. تو با کجا کلون شدی؟ کی؟ تو؟ من؟ ما با خونه پیشون سراخ خون. تو امرنگم خونه پیشون سراخ خونی. برو برو. سه خودم بی عقلی بیده. کلمنده تو سکو سرکلی و سکو. برادران زیده گرمیا برادر بیا جلا دارد دوغا وطنی دوغا وطن دوغا مشکی برادر گلاس به دایی و پنجی برادران دوغا وطن مرا برادران به هر جا میرو من نمیگذارم بیای برادران دوغا چرا اینجا 6 کیلو رو تو بله. از سره چی؟ مگه جا نبود که بشینی بابا چی به هر داری؟ جا میرو میگم برو که ما دوغ میفروشیم خب به یک جای برو که کسی نباشه واسه از سره کن خیره باشه میگی بیتره مردم میخرم حال موتر چیزی طول بزر من گلاس برادران چندیه گلاس داری بیا دوغا وطن مشکی به یک جا حل نمیشی حالا من یک گلاس دوغ امام اینجا گذر میشه به جون متا بخورم خیره دوغ چند خوبیه یا خسته یخ دل جان یک گلاس بده گلاس تملمش طرفه دوغا وطنیه برادران دوغا وطن برادر بده بابا زنده یخچال برادر یخچالی دوغا میده داری ها میده داری میده چنده با بیلا زریه میچله بابا با اشتا نمیچله بده 990 بده باشد از میده کن میده کنم نداری همینجا بشیم و از اینجا میده میکنه از میده کن میده میکنه خب زودی بیا که واسه سره که من محترم میزنه خوبه برو بابا بفرشی تا وقتی خوبه اینجا بشی که خب دیگه بفرشی انگلاس داری که بفریشم نه اون بخورد تمامی هم بفرشی زودی بیا برو دیگه عجب دوغایه با خدا بزن کجاش رو دید برم کجا را بده از ایریم اینا مفت با خدا از ایریم بو بردگی گم شد والله چی شد اگی برم بخواد که اون گوشکر وردارم از واسه سرک گوشکر سپلمند دوغی و مفت برم بردش ببرده همینا رو ببرم بخواد که یک بشکه ماسه یک ساعت بدو لک کجایی اسپانه علی گوشنه و توشنه و سر و خور و سر تقبل و سیه این رفت ما چون با چپ کرده کجا از اون صبح ای برفته نمیگه باش برم از اون خونه از اون گسپنده از اون گوه یک خبری بگیرم ای با یک دسته گولی به او میده من میفهم ای که رفت خود چپ کنه ای به دروغ چپ نمیکنه مبارک باشه با دوغ جک میکنی با دوغ جک میکنی چری؟ بفرمای من از رد بشینی
شما بگیم که از سهر از صبح به کجا بیدی؟ به کدو قبرستون بیدی؟ به قبرستون تا بازار. به قبرستون تا بازار. کیسی به بی؟ قبرستون تا بازار شما چه کار میکردی؟ عباس به من عقل کمال یاد داد. چی عقل کما؟ کیسی بیاد داد گفت برو گیله. گفتم صبح گفت برای من کلمند آورد از سرام برای تو دو اختیار میکنم ببر تا بازار بیرفشم. انا برفتم قرار که دیگه بخود دو بیرفشیدم. دو بفروشیدی ها؟ گپ بزن بخریدم اما 5 روپیه یا 2 روپیه از تو بفروشیدی ها؟ چنده؟ این 22 گلاس ایران امینو 1020 روپیه دو فروختی. اما یک 5 خروار بود دو بفروختی از تو. گیله 1020 روپیه دو فروختی تو اشته فروختی. چی رقم شو؟ پشیمون شدم. اشته من حالا جایرم بلد نیم از این برم میبینی که بابا چیز حالا همین 3 کیلی بم کلم پامو نزد امرو همین 3 چرخا امرو از اوسنا مرتکه چری؟ از اوسنا ازری اما تا اون نیستینی؟ نه با چکا کردی؟ با بیلایی پاکو چکار کردی؟ همین عباس با ما گفت گیله گفتم برو انا گفت بگیر اکبر ما با تو دو اختیار میکنم چیز کن انا برو اونجا مرتکه که دوغ بخوره یا پنسیدی داره یا ازری داره انا میگه بگیر انا ما مجو میده کن انا کلمند دو خور بده به دست مرتکه بده بگو انا میرم میده کن میده کنم بچی ما بچیستم انا امتکه به یک کوچی دیگه میجیستم و تجاوز سکیلی مثل چرخه بزن مرتکه به خیالم آی کشید یعنی ازری خوب گفتی بیرون خورده کنم برستی به جیستی یا؟ عباس به ما یاد داد مرگم افاجا تو عباس به خیلی خوشی بخوره یعنی کار کشور افتاده که شما بریم همیته کلابیدی ها بکنی ما عقلم شرم حیا نداری تو خجالت نمیکشی با خدا عباس به ما یاد وقتی داد میتنی خونه میشه میمیری به سر سه چرخه بزن و کل ما مرتکه به خیالم آی کشیدن آی کشی به گردن تو میشکست کم بود خود گفتن برو که با اید میای به اید بخو خرج کنیم ولی مردم کار کنی چه بره به سر مردم کلا رو داری پولای نرمستانی بنجین بگاری مرتکه گلاس تو که بخوردک به چگل قاینکی بیدن گفتن ماما جو بگیرم چیز کن انا ازلی دارم پول میدن ندارم انا بده دستم گفتم ماما بده که برم امی که به من یاد داد عباس انا برو تو میگم یک بار پوک بدم دادم بچیش دیده گو او گو به من مرد او او بگه خود خوب چا بنده تو همین ندی گو به خاطر اید خرج کنیم به خاطر این خرج کنی خب بابا میداد به شما من نموندم این حرامه حروم مامایو بگی ببر بدی پس کنی مرتکه بدی من مرتکه اینجا چی بلا اون مرتکه بس داده بشکی دوغ من آوردش کلمند دوغ برفته بخور پول حروم برستی بیاویدی اینا آتیش سرخه باشه برو عباس اینجا کنه خود گفت برو یکو برو از تو گلینی سادی ادو که با گله تو سیکو تو زمانه بر خوبه داده دو تا بچه نادونی به سر مردم اشتا فیلم ها بدی میکنم خاک شما به خیلی خوشی بخوره بیا بگی میگو بله تو شرم و حیا داری یا نداری؟ اشته تو همین گیلک ساده برار با تو اشته بریم میگی برو دق بفریشت همین هزاری پنجدی داد بیا بردا برای کده بگو خونده ندارم برو بده خونا بچی برو برای کار خود دو کله تو قرام من گفتم نه پاما گفتم وقتی دروغ شما نگو. وقتی هم مزر میکشه انا او تا راستم بگفته نه گفته هم تو بری او راستی یاد میده نه گفتن از من نگفتم خودی رفته دل خود خو تو شرم و حیا داری
و من نگفتم تو بیتا کارا نکنی من نگفتم شادی خدا تو به روزی نمیختری تو بریو میگی برو را مردم با جونا من خجالت نگفتم نمیکشی خودی رفته دل خود خودی خواه رفته مردم چی میگن بردم پول حرومه بردشتیم بیاوردی ولی او تا راست خوب گفتم یک کاره نه گفته همون عقل با میتا کارا میکشه و همون در عقل داره ولی فقط من گفتم بریم سفیدی ها که هم از سرتونه باشی بیایه بخی 1020 روپیه برو نون بستو با بازار عمر خیرات کو او گوی برن خودی خوب برو ملا درگه گلکه وردا ببری نون بخری به پلستیکا کنی با می گریبونا با می مسکینا بریم که اینا پول حروم بخونی ما نه یا درد مفادات تو گلکه بگیره خودی کارا شما من نکردم نه نکردم مادر نکرده شرم حیا شما نداری تعالوا به تو گفتم دست سگ نکن بله کن میگو من درو ماست سنون کو با ماست که ما چیکار کنی این مشکل ماست خیلی گران شده بابا چوب نزنی اشتنی شکو چه کاره؟ هم درو مشکل ماست نستونم رستوندیم بابا این بشکه ماست 1000 روپیه بالا می افتاده 1000 روپیه؟ بله ها چرا 1000 روپیه بالا تو گفته که؟ تا بازار یک بچه دوغ میفروخته ماست داشت و بشکه ماست داشت دوغ هم کلمند هم دوغ داشته دوغ میفروخته گفتم گلاس چند یک گرم بود یک گلاس بخورم گلاس 10 روپیه خوب یک گلاس دوغی بستم بخوردم 1000 روپیه پول داشتم 1000 خوب نه میدان نداشت بدادم 1000 برا که میدان کنه برا دیگه تو حالی یاری نیم ساعت یک ساعت معطلی بودم دیدم خبری نشد دیگه با یک جای من وسط سرک هم بشیشته بود من گفتم مال کلمند از این بردارم برای او گفتم من که وقتی یک بیشه بشی نشیش خلاصه برا دیگه هرچی برای انگشت نور پیدا کردن نتونست هزاری من مفت برا دیگه این بشکه ماست خود یمی کلمند رو بمونده خود یک پیالی وای 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 من چی خواهد هم هیچی پول میدان نداشتیم کسی خوب خدا داشتم نداشتم 1000 داشتم خب میرفته جلوتا هم دکنو میدانی که بعد میامدی دو گلاس دوغ بخورده بودم ماست خلاص شه گفتم لالا بگیر اگر نه حساب من بگیر میده بده گناه دارم بچه ساده دویدی هم معلوم میشد و قیافی ها نمیخورد اصلا که بیت کاری بکنه به خدا مرتگه 1 لک روپیه خب گفتم اگه باشه به دست تازی بدی دل جمع آدم منطقه یه مرتگه وقیست یا اگر مر اون نتونست پیدا کنه خدا بیتر میفهمه یا برای او رار گم کرد دیگه مر پیدا کرده نتونست یا یک پلاورداری بود دیگه اصلا ساده بود شما میبینی میگم 1 لک روپیه پولم میدیشتی اگه میگم ماما بده به من میدادی دسته از اطمینان حالی چکار شده خراب شده هر کار میکنه تیار نمیشه سمیچه لخ شده وی با من دعا میکنم تیار میگه کار شما نیه